What we know from quantum physics is that like attracts like, which is the law of attraction. You can manifest absolutely. If you can see it in secret. They want to talk about the law of attraction. میدونستی همین الان کلی آدم تو جهان وجود داره که دارن وقت و پولشون رو هدر میدن به خاطر اینکه فقط یه دروغ بزرگ رو باور کردن. یا شاید هم یه حقیقت قدرتمنده که فقط یه سری آدم محدود فهمیدن چطوری باید ازش استفاده کنه. چطوری ممکنه یه ایده بیاد و کاری کنه که یه سری از آدما بیفتن تو تله و یه سری دیگه با استفاده از همون ایده به موفقیت برسن. شاید شما هم این جمله ها رو شنیده باشید. هر چی که به اون فکر کنی به دستش میاری. جهان آینه افکار توست. افکار تو دارای فرکانس و ارتعاش و انرژیه که میتونه کائنات رو جذب کنه و روی زندگی فیزیکی تاثیر بذاره. امروز میخوام به صورت کامل حقیقت رو بهتون نشون بدم. قانون جذب. ادعای این قانون در اصل چیه؟ ادعای اولش اینه که افکار شما انرژی دارن و این انرژی باعث میشه که واقعیت بیرونی بدنتون و افکارتون رو بتونید تغییر بدید. ادعای دومش اینه چه مثبت چه منفی با افکارتون میتونید هر چیزی رو به سمت خودتون جذب کنید که خیلی وحشتناکه. ادعای سوم این ایده چیه؟ میگه که اگه تجسم و احساس کنید که یک چیزی رو دارید قطعاً در آینده اون چیز رو خواهید داشت. حالا این ایده چرا انقدر محبوب شده؟ چرا انقدر زیر شاخه پیدا کرده و استادها و شاگردهای این ایده انقدر دارن زیاد میشن؟ هر سال کتابای جدید داره راجبش نوشته میشه و خیلی از این قبیل دارن پول در میارن و خیلی دارن پولشون رو به باد میدن، چون هم خیلی ایده ساده ایه انجامش، همین که باعث میشه که ما احساس قدرت کنیم و فکر کنیم که همه چیز تحت کنترل خودمونه. اما سوال اصلی اینجاست، واقعا علم این رو تایید میکنه؟ قبل اینکه جواب این سوالو بدیم باید این رو بدونیم که خیلی از افراد موفق دنیا دارن این قانون پیروی میکنن و خب یعنی تقریبا از این قانون پیروی میکنن و دارن هر روز موفق تر میشن، اما نه اونطوری که به ما گفتن و تو کتابای این قانون اومده و نوشته شده. حالا بریم سراغ علم. آیا واقعا همچین چیزی تایید علمی پشتش هست یا خیر؟ در واقع هیچ مطالعه علمی پشت این ایده نیست که اثبات کنه افکار و چیزایی که بهش فکر میکنیم باعث میشه که واقعیت فیزیکی رو تغییر بدن. اما اینجا وجود داره. چند تا پدیده علمی کوچولو هستن که باعث میشن که بیان و توضیحشو بدن و بگن که در چه صورت کار میکنه این قانون و این ایده. اولین گزینه که باعث میشه این ایده کار بده و کارساز باشه چیزی به نام سیستم فعالسازی شبکه‌ای مغز ما مثل فیلتر عمل میکنه. وقتی بیاید و روی چیزی تمرکز کنید مغز شروع به توجه به اون چیز تو محیط اطرافتون میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما بیاید و فکر کنید به اینکه اوکی من میخوام به فلان جایگاه برسم و فلان بیزنس رو ران کنم، مغزتون میاد و فقط دیدگاه‌های نزدیک به اون بیزنس و به اون هدفتون رو سر راهتون قرار میده و باعث میشه که راه‌های مختلف، ایده‌های مختلف در قبال همون ایده‌ای که تو مغزتون هستش رو توی ذهنتون بتونید به صورت شفاف و واضح ببینید. یه مثال ساده هم میتونید راجعش بزنید. شما مثلا خیلی وقت شده مطمئنم که مثلا میایید و به یه ماشین فکر میکنید، مثلا من میخوام ماشین قرمز بخرم. از همون موقعی که من این تصمیم رو میگیرم بروش فکر میکنم، از همون موقع تا وقتی که من این ماشین قرمز رو بخرم تو خیابون پر میشه از ماشین قرمز. یعنی هر 2 دقیقه بار 1 دقیقه بار ممکنه یه دونه 2 تا ماشین قرمز رد شه و من تعجب کنم. آیا افکار من روی واقعیت فیزیکی این جهان تاثیر گذاشته و باعث شده که ماشینای قرمز زیاد بشن یا نه مغز من فقط روی این موضوع داره تمرکز بیش از اندازه میکنه؟ دومین موردی که باعث میشه این ایده کار بده و به صورت واقعی علم بیاد و پشتش قرار بگیره و کارساز باشه این ایده برای ما،
خط فکری و رفتار هستش. مک‌گرگور میاد و میگه که اگه بتونی اینجا ببینیش و بتونی راجبش صحبت بکنی قطعاً یه روزی بهش میرسی. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. حالا این قضیه دقیقاً همون رفتار و خط فکری ما رو میرسونه. آدمایی که روی موفقیت توی موضوعی میشینن تمرکز میکنن و فکر میکنن ناخودآگاه عملکردشون عوض میشه و باعث میشه که به اون موفقیت و به اون هدف برسن. یعنی عملکردشون سوق پیدا میکنه به اون سمت که باید بهش برسن، به اون هدفشون و به اون چیزی که میخوان. چند تا حقیقت راجع به این ایده وجود داره که راجع بهش صحبت نمیشه، ولی الان من همه اینا رو جمع آوری کردم و میخوام بهتون بگم که در چه صورت این ایده کار میده. حقیقت اول، قانون جذب باید با اقدام عملی همراه باشه. یعنی شما بعد از تجسم موفقیتتون یا فکر کردن به موفقیتتون باید هر روز یه قدم کوچیک به سمت اون موفقیت بردارید. نمیدونم، یه عادت بد رو ترک کنید، کنار بذارید، یه عادت خوب رو درست کنید تو زندگیتون و لایف استایلتون. هر روز یه ایده، هر روز یه قدم، هر روز یه تفکر جدید و هر روز یه مهارت جدید رو باید کسب کنید. حقیقت شماره 2، دنیا بازتاب افکار شما نیست، بلکه بازتاب اقدامات شماست. شاید مهمترین نکته هم همین باشه و مهمترین استدلالی که میتونه این ادعا رو نقض کنه و ذلیل و خارش کنه هم میتونه همین باشه. جالبه. حقیقت شماره 3، قانون جذب یه ابزار روانشناختیه، نه یه قانون فیزیکی که بتونیم تو این دنیا ازش استفاده کنیم. یعنی هر چیزی که اسم متافیزیک روش بخوای بذاری عموماً اثبات نشده و چیز با پشتوانه قوی نداره اون ایده که بخوای توی زندگی واقعی ازش پیروی کنی. صورت متافیزیک نمیاد ارتعاش و کائنات و فلان و جذب و همه اینا کسچره. مثبت اندیشی زیادم کنار بذارید، چون مثبت اندیشی باعث میشه که یه جورایی عملگراییمون کم بشه و اقداماتمون برای رسیدن به اون چیزی که میخوایم کم بشه. بعد از این همه صحبت کردن راجع به این قضیه به این معادله ساده میرسیم: ترکیب قدرتمند ذهنیت مثبت به علاوه برنامه عملی به علاوه اقدام مداوم. این پکیج مساویه با موفقیت واقعی. نه ارتعاشی در کار، نه فرکانسی، نه انرژی، نه کائناتی، نه کوانتوم فیزیکی، هیچی در کار نیست. این دقیقا همون رازیه که فروشندهای این کتاب براشون سخته که بیان و بگن این افکار مثبت فقط و فقط اول راهه، نه تموم راه. و اینکه یادت باشه درد و رنجی که داری میکشی قیمت زنده بودن و از همه مهمتر زندگی کردن.